اپا تو چیکار میکنی از برای خدا؟ مگر تو دشمن من هستی؟ دستانم میکنندی؟ هیچ کار نمیکند. اپا از برای خدا تو چی در داری؟ دیروز آمدی خانم خانه شدن میخوایی، چون کلتکیلاس به تو میگوید بیرم تو باشی بارو بند طبیعی در سرت میزنی. بارو بنده تو چی نداری؟ ای شفقت اینقدر بسیار گپ میزنی مثل خوشتامنم هستی. را کن. اپا جان مگر تو خوشتامن داری ها؟ تو هستی کو با دوی ماش چی خوشد؟ یه روز سیاه خسور میگفتی آخی. کلتا داملازیا. السلام برادر. سلام علیکم. سلام علیکم. السلام. این زن کی است؟ جانم من جمیله افایزیو هستم. چی خیر؟ این چیست پسرم؟ این چیست؟ مانند شلوار از کجا افته؟ رابرمان میرزا وطن خواب بود لباس او را دوزیده آوردم سردارم. راستی گپ در شعبه پلیس تنها همین لباس ها بودن، دیگر لباس نیافته. امروز همه پلیس ها در عملیات بودن غیر از رابر میرزا وطن. لباس های من در کجایند؟ سردارم لباس های شما را برای شستن دادیم، بسیار افلاس شده بودن. ای پسر تو چه خیلی آدم هستی ها؟ سردارم یک مرده که کپ کلان آخی پیش نگاه نمیکنی. تمام خودتان رو با دست گیرید سردارم. خوب هستید؟ خوبم لیوند. آخر من در اینها پیچیده میافتم. تمام سردارم من حوضی حل میکنم. قطعا چند سانتی متره؟ تو چی کار میکنی؟ مگر دیوانه ای؟ مگر در برات قطی سوزن میگردانی؟ تو چی خیلی پلیس هستی؟ من با خود همیشه رشته سوزن میگردانم چون که برادرم دوزنده است. حاضر من این رشته را در درون سوزن میاندازم و شما شیمتون رو کشیدن گیرید. سردارم کشید پوچتا بردار. اگر شد باشد من میدوزم تنگ میشم. آیسته آرام باشید آیسته. آنا از این را من دختر با قد قامت شما راست میکنم، همه زور میشم. از اونی که با این سر و کار میگیری یکون لباس خردتر نیافتی؟ اینجا بیمارخانه است سردارم، طاقت کنید. لیوند حالا از این در یک جای میبرایم. تو هنگام حله رو بگب گرفتنت من برآمده میروم. سردارم شما با نزدیک سخرات میروید؟ نه به نزدیک کلتکیلاس. من با کلتکیلاس کار دارم. به نزدیک خواهر کلتکیلاس میروم. چون کلتکیلاس فهمد که من در نزدیک او هستم از قفای من شده به نزدیک خواهرش میآید. میبخشید حجره مو سحری تازه کرده شد مگر؟ یعنی حلی زود باش. تمام با آخر ازم تمام دستم تو با بیرون برا. دستم رو ایستا زود با بیرون برا. حلی رو بگم گیر. سردارم من چه خیلی حلی رو بگم میگیرم از برای خدا. یکان چیز از پیش خودت بگو. آخر اتاق رو تازه کردی ایستادن بگو. در اومدن ممکن نیست بگو. یکان چیز بگو. یک دقیقه سردارم وزیر کتت رو لباس رو میاندازم. یکان جا درد نمیکند سردارم؟ زود باش. همش درست میشه. ببینید برو زیر بطن شما جوش دارم. کلاهم رو ده. همیشه بطن تو راست کلاهم رو ده. تمام من یقه حلی رو بگم میگیرم شما با باش. این حالم رو بینه. چی؟ اپای جمیله بعد از اون که من از یتیم خونه گریختم به من کمک کرد. همینه. این دختر کی است یا؟ خانم بتول او دختر است. در عین زمان یکی از ساکنان محله‌مان میباشد. ماشاءالله. بتول جان تو بیرو یکی بود دیر نمانی. مایلش شاد شدن. من هم. تا بازدید. خیر جانم. ماشاءالله. اپا جان تو چیکار کرده ایستادی؟ چیکار کردم من؟ خواهرم رو گفتم که انا همین است. چی؟ وای من رفتم خواهرش رو با آغوش بگیرم. وای من قربانی او شما چرا به من نگفتی؟ اپا جان نیست و خیر تو چیکار میکنی؟ من به بیتول گفتم که به هیچ کس نگفتم. حالا تو رفته همه کار رو برباد نده. بسیار بد شدم. یک میرفتم چقدر زیبا بود است. زیبا دلش هم مانند رویش زیبا است.
رفتیم پیش زوم درو تا بگپا برادر یاردم نمیکنی به خودم میارم کن چی یاردم کنم؟ پیش درو. مایلش خیر ما میرویم خیر روی. این بیکن خوجه شده است خیر دیر نمونی خدا توبه چخیل بکار خوجه خدمت شما میگنی بگفت آپا خیر روی. کمتر نگاه کنم دختر زیبا بوده است من نهاری کردم تو بیرم من به نزد اون نال میروم نه در آمدن ممکن نیست چرا؟ چون که حالا اتاق را تازه کرده ایستادن تازه کرده ایستاده بودن؟ بله تازه کرده ایستادن من با چشمان خودم دیدم و گفتن که نیم ساعت در آمدن ممکن نبوده است چرا بوده است؟ گیگین این بیمارخانه هم نیم ساعت پس دیزینفکت میکنند یانگا یا خدای توبه بله ما از همین سبب با پوه میفریم و یک جا یک پیاله چای نوشیده بعد میوییم اون نال رو باید تنها نمیگذاشتیم یانگا الی از وزارت تندرستی فرمان برآمده است که تمام بیمارخانه را دیزینفکت کردن در کن حتی کسلا هم دیزینفکت میکنن برای همین نیم ساعت یک پیاله چای می‌نوشیم بعد اومده نل رو میبینیم مایلش نباشد میره مال الهام بیعقل اون نل رو میکش استاد لبای. استاد یک سوال دارم پرسیده میتوانم پرس. استاد انسان به یگان کار مجبور شود و کاری خطایی کند خدا او را میبخشد یا نه چی؟ از خطاگیش وابسته از خطاگیش. اگر برای محافظت کردن یک آدم بیگناه آدم کشی کنی خدا تو را میبخشد استاد؟ هجری تو یا ستاره شناس هستی یا اولیا در حقیقت من نفهمیدم. خدا میبخشد استاد؟ چرا بخشد؟ مگر شخصی که آدم میکشد خدا میبخشد؟ استاد من هم همین را میگویم یعنی جایز است مگر خدا ما را از این گونه خطاگی ها محافظت کند. وقتی به این خیل خطاگی ها دچار شدند بغیر از به خدا پناه بردن دیگر هیچ چاره نداری. استاد خدا از شما راضی باشد اینقدر خوب جواب داد خدا از تو هم راضی باشد. هجری و خدا پناه بردن لازم و خدا پناه بردن لازم استاد جان. این هجری چرا از من این سوال ها رو پرسید نمیفهمم. خدایا مگر به من اشاره کرده ایستاده من چیکار میکنم؟ به من کمک بکن. این دفعه سرم در حقیقت در بالاست. بچه ها چیکار کرده ایستاده؟ مرحمت سلطانا زیا جان دامولا زیا لبای آقای کنم دامولا خبری خوش دارم بخیر است. دامولا در آخر نتیجه تشخیص را گرفتم اکنون شما آزاد هستید خیلی خوب. من هم مزه آزادیم را چشیده ایستاده بودم آقای کنم. احمق تو مگر کالتا کلاس نیستی؟ بی شرف کاری تو تمام است تو را نابود میسوزانم یک کودکان رفته در دیگر جا بازی کنه استل باشد ای خدایا توبه دامولا ورقه ها رو گرفتی؟ اگر از من درباره این دیوانه معلومات نامه دیوانگی پرسن میگه دامولا من اکنون این ورقه ها را با محکمه پیشنهاد کنم و دعوا بیکار شود دیگر این استراب به آخر رسد سلامت باشد آقای کنم. دامولا با من اجازه ده من زود روم تو بازید آقای کنم. سرش رفته دیوانه میشد و سرم یکم بالا نوارد. ای برزگو از قفای دامولا زیا یگان کس را گذارید که سری نظاره تمام باشد این سقراط گفتنی خط یگان خطاگی نکند با خبر باشید پیش درا اونال جان بین با تو اونال در کجاست؟ من نمیدونم یانگا هلی جون شاید برای هوای تازه گرفتن برآمده باشد سوال سرستا نگو لبین چقدر هوای تازه آدم نو از جراحی برآمده است اپا جان ما آمدیم یزنم در کجاست؟ نمیدونم ما هم همین رو گپ زده ایستاده‌ایم نیست چخیلانی اکای اونال نیست؟ در همین جا هستین؟ با دخترش کم نزدید شاید به معاینه رفته باشد دیگر با کجا می رود؟ نه جانم اگر یگان معاینه می بود به من میگفتن رفته است آخر اپا با کجا می رود چرا رود کی؟
لوین کنی بگو شاید تو بدونی. ینگل من هیچ چیز رو نمیدونم. وقتی اومدیم نبود آخه. ای باورم نمیآید به کجا میرود این آدم. زخمی است اول آخر. یکی خون رود یکی در یگان جا افتاده ماند. خدا نگه دارد. من رفته از دکتر پرسان شوم. شاید یگان کس دیده است. انشاءالله از قفایم کلتا کلاس نشده است. کلتا کلاس شما چی هم میگوید؟ لوین تو در کجا بودنش رو میدونی؟ نه ها من از کجا میدونم سلین جان؟ لوین تو در کجا بودنش رو میدونی؟ بگو خیلی در کجاست؟ سردارم اونا رفت. با کجا رفت؟ وای دکتر خواهر کلتا کلاس هست که نامش بیتول. بله با نزد او رفت. چرا رفت؟ او رو چیکار میکنه؟ با او هیچ کار نمیکنه سردارم. او رو همچون قبخون استفاده میبرد. چی خیل؟ یعنی او رو همچون قبخون استفاده بوده کلتا کلاس رو دستگیر میکنه. این همی قبخون میبونی که موشه میقپی. بعد او رو دستگیر میکنن؟ ای خانم زورا دستگیر کند خوب میشود. دیگر چی کار میکردن که؟ سردارم تصمیم گرفته است که کلتا کلاس را میکشند. انیق میکشد؟ ما هم از خداوند فقط دعا میکنیم که سردارم بیعقلی نکند و کلتا کلاس را نکشند. چون که کشتن یک مخلوق بسیار گناه عظیم است در نزد پروردگار. وظیفه پلیس انسانها را نجات دادن است نه اینکه به خطر رسانیدن. اما بسیار غضبناک بود. به فکرم کلتا کلاس را میکشند. زود باش سیا جواب ده. جواب نمیدهد شاید در نماز است. پلیس همیشه فایده میارد. ما برای پلیس ها در مقابل ظلم آدمان صبر و طاقت نموده آنها را ما به قتل نمیرسانیم چون که وظیفه ما است. خانم سلین اگر ما هم جنایتکاران را پرانده به قتل رسانیم پس فرق میان لوین و جنایتکار چیست بگو سلین؟ اونال حالا هم زنده بود از کلتا کلاس. یگان مشکلی است. حالا شب نشده است. این چه سراسیمه است؟ اگر تا نیمه شب اونال نمیرد چی شدنش رو میدونی ها؟ با من تهدید نکن سقراط. اینقدر کار رو کشاره نکن. یک گپ میگویم سرعت کارت تیز میشود. یک خواهر داشته ای او را تو یافته ای. راستی من هم او را زود مییابم. گوش کن اگر به خواهرم دست رسانی تو را میکشم. اگر در خطر بودنی دوست داشتهت رو نخواهی پس خواهرت رو فکر کن کلتا کلاس. میدانم که اونال را کشتن نمیخواهی. تا ساعت 12 اگر او را به هلاکت نرسانی پس من عزیزانی تو را به هلاکت میرسانم. انتخاب کن. سقراط زهرا دوملوزیا چه شد؟ یزنم به نزد بیتون میرود همه چیز رو میفهموند. همه چیز یعنی چی؟ همه چیز رو کلتا کلاس بودنی تو رو. مقصد اساسیش دستگیر کردن تو است. یا توبه بیتول این رو نباید فهمد. با اون ما نمیشم. نمیروی یزنم بسیار غضب‌آلود است. او تو رو کشتنش ممکن. اگر بیتول فهمد من تمام میشم. از من نفرت میکنه. آخر او یک روز نه یک روز میفهمد. مایلش رو با این شکل نه. من چون وقت شاید خودم با بیتول با زبان موافق با او همهش رو میفهمونم. اما اگر با این حال فهمد بیتول رو از دست خواهم داد. من فهمیدم چی شد که ما رو از دست دادیم اگر ما رو از دست نداده باشی پس او رو هم از دست نمیدهی. یک جای همش رو به بیتول میفهمونیم. شاید کمترک وقت رو میگیرد میفهمم. نمیشه وزیر چه جواب دادن بیتول رو تخمین کردن نمیتوانم. دیگر برای ممکن نگاه نکند. من باید با اون المون نشوم. نمازم رو خونده با مغازه میرم. مایلش من یزنم رو باز میدارم. مایلش اونال چون شکارچی باشه شکارم میشوی. تو را نسبت سقراط همچون لقمه استفاده میکنم. دیگر چاره ندارم. مرحبا کی در کار بود؟ من به نزد خانم بیتول آمدم. او در همینجاست. خوزیر توزه کردیستم بعد ابید میویم. او رو در کجا یافتن ممکن است؟ ممکن در مگازین او چشای. تشکر زیاد. نمیارزم. میارزم. تو در اینجا چی میکنی؟ دفشه در اصل تو نابود شو. تو چی میگویی؟
مرا گوش کن با من این خیل گپ نزن کلتکیل است هفته این را بین بسیار زیبایی حالا من بسیار خرسند شدم اما خبری بسیار مهم این نیست خبری مهم کدام است میدونی اکای بیتول بودنی تو رو هم میدونم سردارم دیده شما را چه پیدا کردم تو از کجا بر اومدی ها؟ سردارم به شما سورپرایز دارم. چه خیلی سورپرایز؟ آخر سورپرایزی که برای دستگیر کردن کلتکیلاس به شما کمک میکنه. لوین گپ رو تو نده بگو. مالش میگویم اما بعد از گفتنم شما به بیمارخانه برگردید. آخر شما بسیار زخمی هستید. یعنی من برای شما را از بیمارخانه گریزاندنم عذاب وجدان کشیده ایستادم. لوین یعنی وعده هم ندید من البته میگویم. سردارم ما آدمی که شما رو پرانده رو یافتیم. چی میگوی چی خیر؟ سردارم وقتی که من از بیمارخانه بار آمدم از شوبه به من خبری اومد من باشم به شوبه رفتم اون آدم رو دستگیر کردن تینی که از بدن شما بار آمد از شیل اون شخص بار آمده بوده است. او حالا در کجاست؟ نه در اینجاست. چی خیلی در اینجا؟ در این ماشین است سردارم. مگر دیوانه ای تو؟ چرا این آدم را از شوبه برآورده؟ سردارم من این طرفش رو حل کردم برای نوارگیری میبریمش گفتم در ورق امضا گذاشتم تمام. همین خیلی فکر کردی؟ بله او رو با اینجا آوردم شما رو با این واسطه به بیمارخانه برمیگردونم گفته آوردم. چی خیلی؟ لوین چهار چشمت از سرت ماند. تو چی خیلی آدم هستی؟ یکو چیزی درست فکر کن. آدم در اینجاست. کنی برار در رو کشا. اسامدین در رو کشا. کنی برا احمق. برا. تو کیستی؟ کیستی تو؟ چرا مرا پروندی؟ برای کی کار میکنی؟ کنی بگو. برای کلتکیلاس. یا خدایا بیشرف. در بالای بوم ایستادنم با من فرمان داد گفت که چون دستانم بالای سرم به بیرون برآمدم سلاحت رو تیار کرده چون آدمی در مقابل من ایستاده سلاحش رو برآورد مرا پراندنی شد در حال او را بپران گفت. اوی کلتکیلاس یعنی از همین سبب راحت به مقابلم برآمد دستانش را برداشته. بعد چی شد؟ بعد به نزدت آمد برای از مردنت باوری حاصل کردن اما چون آمدن ماشین دیگر رو دید مجبور گریخت. کاری نیم کارش را به آخر رساندنی بود اما موفق نشد. اوی کلتکیلاس من تو را دستگیر میکنم دستگیر کرده این کار را به آخر میرسونم این کار را نیم نمیگذارم. سقراط کیست؟ تو را میشناسی؟ سقراط؟ البته سقراط رو میشناسم وای یک فیلسوف بود یک فیلسوف چقدری که در مکتب خوانده بودم میدانم اما با مسئله مو چی علاقه دارد این رو نفهمیدم. ای ابله دفشاف گرید او را بره تو با گبزن شده زبان دراز شده است خود زبان تم نمیره میرن در کابین دکه اونال کشالش میکنم احمق. شنیدی لوین؟ کلتکیلاس مرا کشتن میخواهد. سردارم این 100% دروغ میگه چرا با این باور میکنید؟ لوین زود به شوبه زود. زمان شب برم در کابینت کشول کنم. لوین دوشال برو زود. سردارم بیا شما را به بیمارخانه بریم. لوین کار دارم زود برو. سردارم مخیا که در گنجا نغلطی. لوین راو گفتم. خیلی بشیم تا همه جای میرفته که در بره به توخی. لوین من دشمنی تو نیستم کاکا. کم موند کلتکیلاس کم موند. انتقام طفلم را از تو میگیرم. سردارم بیا شما را برم. کم سردارم آخر من فهمیده بودم که از تو دامالو نمیشود از تو تنها دوست میبراید. گم شود بشم اون حال اومده ایستاد از با تو بعد گام میزنم تنها برای نرنجیدن بیتول به هیچ کس نگویم دروغگو کلتکیلاسی سوسمار دوست بودنی تو را اما اکنون از تو خلاص میشم. سامی دمت را گیر که نباشد میکشم. اکنون بیتول دروغگو و کلتکیلاس بودن اکاش رو میفهمد. تو را زنده نمیمانم با خدا که زنده نمیمانم. چرا؟ برای خواهرت رو دوست داشتن ما رو میزنی؟ السلام داملا مرحمت کنید. نه خانم بیتول رحمت ما صحبت داریم. جنجال نداره ده؟ نه خانم چه علاقه دارد؟ همین خیل گپ زده ایستاده ایم. همین خیل نه داملا زیاد. خب بهترین. خانم بیتول کمی سیر رو گشت میکردیم. چرا؟ یک اونجا نشسته صحبت میکردیم. درباره چی صحبت میکردیم؟ من اومده نمیتوانم ببخشید. چرا؟ وقتی بسیارتون رو نمیگیرم یعنی تنها گپ زدن میخوام.
مایرش اما در جای کارم بیمارها انتظارند. باید به نزد آنها بروم. جهازدانم را گرفته میآیم. مایلش تشکر. کن یکتون مرا بزن. زوری کو کاری بزن زور. گوش کن آنال میآید گفته صدایم را نبرآوردم اگر با بیتول گل زنی تو را میکشم. خوش مانید دومروزی ها. تو باز دید. خوش میمانید. روزهای خوش. یاسنا زهرا یاسنا تو در اینجا چی میکنی؟ اپام برای شما بسیار خواطر شد یاسنا. زهرا یکان جای خواطر ندارد، کمتر کار دارم، اون را حل میکنم. یاسنا در یکان جا افتیده میمونید. تو مرا چه خیلی افتی؟ البته لوین گفته؟ ای گفت که شاید به محل رفته است. در محل چی کار دارید؟ گوش کن، با کلتکیلاس بسیار نزدیک شدم. او را دستگیر کردنم بسیار مهم است زهرا. امروز این کار را ریشه کم میکنم. با اپت خوب بودنم را بگویی بس است. یاسنا التجا میکنم کلتکیلاس را نکش. خواهش میکنم. وای لوینت یک گپ را داشته نمیتوانی. یاسنا من قاتل شدن شما را نمیخواهم لطفا. زهرا تو به نزد اپت برو. من امروز این کار را حل میکنم. یاسنا یا خدای من کلتکیلاس گریز. مرحمت خوش آمدید. سلام، به من خانم بیتول در کار بود. بیتول کمتر پیش بر آمد. وای به کجا رفت؟ چی؟ وای شاید بیمار داشته باشد یا به بیمارخانه رفته باشد، نمیدونم. یاسنا با این حال با پروسی ایستاده نمیتونه. لطفاً بینید آخر اپم خواطر شده ایستاده. زهرا من به تو گفتم که خوبم، به بیمارخانه نمیروم. یاسنا چه خیلی خوب هستید؟ مگر دکتر نگفت که یک چند روز دیگر باید استراحت کنید؟ من شوبه میروم. یاسنا زهرا انا آن بیشرف سقراط گفتن آدم را عزت رو میابم. اول او را نابود میکنم، بعد به خانه بیتول رفته آن بیشرفش رو دستگیر میکنم. ببخشید درباره بیتول چرا پرسیدید؟ جناب سمی من هیچ چیز رو نفهمیده ایستادم. با اکام درباره چی گپ زدید؟ یک دقیقه. مگر گپای به شما گفتم رو گفتی؟ بله. یعنی اکا و خواهر بودنتون رو با او گفتم. من از شما خواهش کرده بودم. این آخر بین ما سیر بود کو؟ با سیر؟ قسم میخورم به هیچ کس نمیگویم. غضبی شدید. لطفا غضبی نشید. از اکاتون تنها میخواهم به ما یک امکانیت دید. نفهمیدم. یعنی اکاتون به ما یک امکانیت دید. یعنی به علاقه ما، یعنی اگر در بین ما یکون علاقه جدی سر شدنی باشد اکاتون به این باید اجازه دهد. یعنی من همین خیلی سنجم گفتم. خانم بیتول انا اینجا یک چای اونقدر هم رومانتیکی نیست در اصل. برآمده راه گشته به اینجا آمدیم، چای موی فرمایش دادیم. من به شما یک چیز گفتنی دارم. یک چیزی است که خانم بیتول با من اویله دور میشه. یاسنا لطفاً باید به بیمارخانه برگردید. یاسنا مرا گوش کنید آخر. زهرا تو بازدید. یاسنا بینید بدنتون درد دارد. لطفاً یاسنا جان.
تو را میکشم کلتاکیلاس. میکشم، تو را زنده نمیگذارم. تو سلام اونال. مالیو از پسی کلتاکیلاس برم. برای در حال جواب دادن مجبور نیستید. یعنی فکر کنید من فکر کردم پیشتر هم گفته بودم جدی بودنم را من انتظار میشوم، چون که من از چی باوری دارم. یعنی من شما رو دوست میدارم، به خدا دوستت میدارم. من چی؟ من حالا چی گفتنم رو نمیدونم. در حقیقت چی شدم؟ کمی پریشان شدم. حالا آخر من از کم نپرسیده جواب دادن نمیتونم. باید از او پرسم. همین خیل بله. به خدا ایزا کشیدم خانم بیتو. میدونی این سلاحی کیست؟ از کی؟ هنگام نجات دادن تو و کشته شدن جیانش سخرات این رو به من داد. درباره سخرودین خیلی گپ زده، با او به من شریک نبودنت رو میفهمونی کلتاکیلاس؟ گوش کن اونال، میفهمونم اما تو نمیفهمی. حالا گوشهایت رو خوب شده، من رو خوب گوش کن. تو مرا کشتن میخواهی ها؟ از همه زیاد. سخرات یک دیوانه تپا تیار است. گوش کن، سخرات برای انتقام جیانش رو گرفتن تو رو از بین برداشتن میخواد. اگر تو رو نتواند همسرت یعنی حله رو میکشد. با ما رو کشتنت یگون چیز حل نمیشود. طفل تو رو من نکشتم، شخص تو رو دزدیده هم من نیستم. دروغ میگویی. دروغ گفتی استاده بی‌شرفی بیناموس. حیات تو پر از دروغ است. برای مرا کشتن آدم فرستادی، اما آدمت رو به دست آوردم. من خودم او را پرسپوس کردم و همش رو فهماند. به من حیله کردی بی‌شرفی سگ. تصادفاً از آنجا کسی گذشتم برای نجات داد. کلتاکیلاس، میدانی در این حیات چی میخواهم؟ مرده تو را دیدن میخواهم. یک فرصت یابم تو را نابود میسازم. سفسطگویی را بس کن، مرا فریب کرده نمیتوانی. خیلی تو رو با بیمارخانه کی برد؟ تو این را فکر نکردی؟ بغیر از تو همه بوده میتواند، اما تو نه. سر تو کار نمیکند اونال. در یک اونجا مان میکن. ماشین را نگاه دار گفتم. خودت این را خواستی. کار تمام شد سخره. اون نال رو گرفته به جای گفتهات میارم. اکه کانون؟ چی گپ شد؟ одаме ки аз қафои калтакилас гузоштем ку خیر ӯ занг зад. калтакилас уналро дар бағоҷи мошин гузошта дар сари роҳ интизори касе будааст. تو چی میگویی؟ ба худо کالتاکیلاس کمیسر اونال را کشت مگر؟ мутаассифона ка این ناممکن است. زود باشد میروید. یعنی در آخر انتخابت را کردی کالتاکیلاس؟ بله. او زنده است کو؟ سلاحاتون رو پایان کنه. نجنبید نباشد سربارتان نمیره. نجن سکرات راه به آخر رسید. حالا در اینجا میموری و همش به آخر میرسد. ای بچه گاز را زیر کن، زودتر باش. دامولوزیا را از دست سخرات نجات دادن اما لازم است. کالتاکیلاس حتی اگر اونال را کشته باشد، آن سخراتی پدر لعنت دامولو را راحت نمیگذارد. سلاحهایتان رو پایان کنه. پایان نکنید، او را پرانید. سلاحاتون را پایان کنید، پایان کنید. پلیس بیدار شوید.
باشد. نمون چرا نمیپرانی پرسگو؟ که این دفعه من آدم نمیکشم به سیوال وعده دادم اگر آدم کشم مرا سیوال خلاف میکنه. خدا تو را زند احمد، تو تمام شدی تمام. در اینجا چی میگوی کنعانی معبد آمد؟ چی میگفتم برادرم؟ با پلیس یاردم داده ایستادم، وظیفه شهروندیم را به جا آورده ایستادم. ما با یاردم تو احتیاج نداریم. ای برادر بیا با من بحث نکن، تو چی اینقدر حریف یک رو هستی؟ ای کنعانی دیمونا گفت را خواهیده گفت زن. پیرپرانی که با آخری رسید با تو دیگر خیلی گپ میزنم احمق. نجات نتونستم یا برو تو استاد صدقه لمن نجات نداد. گریه نکن نوله کنی رو بس کن. دانسته باش من بعد از تو میمیرم. سردارم نبرده زنده. کلتکیلان در کجاست؟ کلتکیلان گوره سردارم اما سخرات رو پراندیم. جسد درشو آدماشو کشیده بردم. اون بشرف باز مرا کشتنی شد میدونی لبین خبرداری؟ اویستا سردارم اویستا. این رو گفتم مولم سردارم که ینگه هله برای از بیمارخانه گریختنتون نسبت شما بسیار غضبناک است. پای بلا مونده سردارم. اویستا لبین. میلش اویستا فرید شما رو من میخپم. از در نخلطه بر اومدنم دوستی. سردارم احتیاط باشین کن. اویستا تمام. انا تمام. در آخر بیشرف مرد. حالا مسئله کلتکیل است مرد. ای سردارم بگویم یا نگویم اما آدم رو مجبور میکنه که بگویم. مجبور میشم که بگویم. آخر با فکر من قاتل کودک شما سخرات است. کلتکیلس نیست. شما این مسئله رو پای نبرده عدالت رو پایمال کرده ایستاده سردارم. چه خیلی بگناه. آدم مرا کشتنی بود میگویم به تو. آخر سردارم من در این موضوع با شما هم فکر نیستم. من پرونده او رو تا آخر تحقیق کردم. کلتکیلس تنها یک دزد است. قاتل نیست. ما رو البته دستگیر میکنیم. این مسئله دیگر است. برو لبین برو. یه صدقه بشم سردارم تیزی قر میکنی. لبین برو. مرگ آن سقراط گفتنی آدم اونال رو کمی هم باشد آروم کرد. البته وای آدم یک جنایتکار قاتل بود. ای دنیا از یک حشرات تازه شد. مسئله کلتکیل اصل لعنتی را هم به آخر میرساند. ما راحت میکردیم همین خیل نه دامولازیا. بله یعنی آقا همش تقدیر. انشالله امک اکرم آخر باید جنایتکاران به جزایشان برسند. اوف دیلم بی‌حضور شد. کم ترک بیرون سیر و گشت کنیم میلش؟ برای دخترم بله بیرون برآمده کمتر هوای تازه گیرید سلتان آرام میشه. عروست را ببرزیا غم و اندوهتان را از بین برید. مست شده به خانه آید. شما خطا نفهمید. منظورم این که مستی عاشقی شود. با اجازت شما تان بخیر. استراحتی با فراغت. زهرو اینقدر خوشبخت است. ای ملیس تو گمراه شده ای. نه شیطان وسوسه هم کرد مادر. بخت من سیاه است. ساده. لویت بسیار انتظار کردم. خانم سلین اگر در کار شد برای شما 5 عصر انتظار میشم. وحیمه نکن. تمام خیلی کمتر وحیمه کردم لیکن تو گرسنه شدن من انتظار میشم. عشق تو برای من ویتامین قی است. خاطر نشو لوین جون من تو رو انتظار نمیکنم. هم شکمم حالا چنون گرسنه است. از من هم. بیا یگون چیز میخورم. رفتیم خانم سلین. بخشش
الو نیلبانو در طرف خونه ای بیامون همتون رفتید چی؟ یعنی من آمده نمیتوانم میتواند خانم سیلین روید میآید نیلبانو میآید شما رفته خوشحالی کنید منو فکر نکنید چی؟ مایلش نباشد من میآیم شام بخیر تا بازدید ای خدایا نصیب نبوده از خانم سیلین ما یگان بار دیگر وام میخونیم من رفته در خط کوچه پیرچکی میخونم شما به طرف خانه روید مایلش خب ای با کجا میروی؟ پیرچکی خوری یک جویا میروی؟ به طرف خانه خانم سیلین یک دقیقه مگر شما مرا با دوستانتون شناس کردنی بله چرا نکنم که خدا تا باقی لباسای من اونقدر خوب نیستن اقلا رفته یک لباس زیبا پوشم با شما عیب نشود بیا رفتی با نزد گناهات پیش درآید لمیرا جدا جبانی به سینما رویم مایلش عجبا یگان فیلمی نو باشد خیلی شد که به سینما هم نرفتیم شاید یگان کینوی عاشقانه یا اینکه حجبی باشد عاشقی یا که حجبی با خدا پشتم خوریده سر کرد یعنی فیلم عاشقی و حجبی رو هیچ دوست نمیدارم اگر با کینوتئاتر درایم الرژی پیدا میکنم افلاس یک فیلم بود درباره یک زن تماشا کرده بودی نمیدونم قهرمان های خارجی بازی میکردن در این فیلم مرشد شناس میشوند با مرشد سیر و گشت میکنند دائما آن صحنه رو آرزو میکردم درستی؟ وای وای بهترش با کینوتئاتر رویم نباشد تو شیفته رو خریداری بکن من حاضر می آیم مالش سوار شو کمی سیر رو گشت کنیم شوخی داری مگر؟ دوست دیدی مگر؟ این خیلی گپ نزن این هوا بسیار پر آمد یک شبی عاشقانه رو برپا کنیم بشین سوار شو شده نمیتونم سلام علیکم اکای کانون گفتی که بیا شمال باری دویده آمدم تینجو بده که البته که میایی برزگو آن کاری توست کاری اساسی توست البته که چی کار است؟ مرا گوش کن آنکای حمدی باز گپ زدن را سر کرده است رفته بگو پایش را به قدی کرپاش دراز کند نه تو اول آن احمق را لطو کوب بکن بعد اخرج بسرش آید رو اول او رو مردانک زنه بعد نصیحتش کنیم همین خیلی ها رفتیم مایلش تو هم رو این برزگو از عهده این کار یکی نبراید کارمان با کی افتاد aşk serseri bir kuş bazen istesen de tutamazsın aç kanatlarını سیلین جان دوستم گفتی بود اما دوستی خوردیت است؟ یعنی البته بله یعنی هم دوستی خوردیم هم خوزیرم یعنی همسایه یعنی که همسایه لیوین جان با من یک شربتی میوگی میاری؟ ها شربتی میوگی قدم نمون میوه خدا دیدی خوب گپ نیست تمام رفتم bırak sen de kaybolayım برادر یک تا شربتی یک کپوشکا و یک کدو بگی بیار
خوب شد که ماشین رو آنها نفهمیده و جاش آورده موندیم. یا خدای توبه برای همه خندیده ایستاده. بیا رفتیم. یک چیز گویم. چی؟ یگون چیز خوردن لازم بسیار گرسنم. خوب مالش بیا میرویم. یا خدای توبه اینها کی بودن؟ عربه در این جوو نمید نیست. خواهر لپه یک کوتین خودی شورک میگیرید؟ البته میدهم. تو رو من را گوش که با نسبت که کنو خودت گرداشتی ها؟ 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 یاد خبی آها دهان شب خب که کم نزنه اجاز من زیستن سوال جون؟ نمیک در کجایی؟ عربه رو پرتفته با کجا رفتی؟ قلمفور تمام شد قلمفور خرید رفتم برای قلمفور؟ نمیک مگر برای قلمفور عربه رو پرتفته میروی؟ سوال جون خودت میدونی که به قلمفور نخود شورک رو پخته نمیشود که آخیر ها؟ نمیک در کجای هستی به اینجا بیا من در همین جایم. بخشش سوال جون کم تر در راهی دورترم. نمیک خاموش شو به اینجا بیا. تمام جانم عزیزم میایم. شرف برادر من باید روم. چی؟ این لین به تو امانت و باز دانسته باش اکای کنون نباید این رو فهمد. فهمیدی؟ اصور ترو من رفتم. با کجا میروی؟ ای نمیک برادر آخر تو چیکار میکنی؟ همه کار رو به گردن من میپرتوی. خودش چی گپ است؟ وای در کدام پایت که میخوای پرانم همان پایت رو درست کن. İltimos usta paronaka. Well, I saw you dancing out there on the floor, doing your thing and shaking your booty rocks me to my core. But if you want a real man, you gotta do better than that. سلیم بیا رقصی کنیم. لبن بیا ما هم رقصی کنیم. نه خانم سلیم من رقص کردن نمیتونم. شما رفته تو کسا با دکانه تو جنبونه. بیا رقصی کنیم. نه وجدان انسانی نمیتونم. استیجو میکنم من رو رد نکن. خیلی نباشد من خرسک بدم تو رقص کنم. خب با دوستان تو رقص کردن. You ain't gonna get to me that way. That ain't where it's at. If you wanna get to me, well, do it faster, pussycat. So do it faster, pussycat. Yeah, that is where it's at. You do it faster, pussycat. Now you come over here, girl. Now that's what I call fast, baby. Like my wheel. Now I like my girls, like my wheels. Smooth and round and as fast as you like, in a tight skirt and high heels. But if you want a real man, you gotta do better than that. Keep on shaking it up, but do it faster, pussycat. Hey, do it faster, pussycat. Yeah, that is where it's at. You do it faster, pussycat. Now you come over here, girl. Now that's what I call fast, baby. Aha. Kalkan şurada işte. برمیجا شونیم؟ Maylaş. Ama bak. پوست چرقش در دستتون مونیم بعد پرتونیم.
стакане биди. میگیری؟ باز یک تا. میدونی من برای نرفتن مجبور شدنت بسیار خرسند شدم. یعنی من آخر به تو رفتن نمیتوانستم زهرا. میرفتم هم نیستم در تو میماند. تو باشه دایم در من میماندی. روزای آخر از سه مرده که در حیات من داخل شدن از همه زیادترش تو رو دوست میدارم. سه مرد؟ اون سه مرد که هایم؟ داملا سیاه، زاغ سیاه و کلتکل است. همه خیلی بگوی دختر؟ خیر به فکر تو از همه زیادتر کدامش رو دوست میدارم؟ کدامش؟ به فکر تو؟ کلتکل است؟ داملا سیاه. می شود و من فرقی نداره. زردالوی خشک با مزه بوده. زردالو کنه دستم رو بده. سیوا جان الان من اومدم. نمیک تو چی کار میکنی؟ این چی به مسئولیتی است؟ مگر انسان عرابه حیاتیش را پرتافته میره؟ سیوا جان قلنفور تموم شد آخیره. خاموش نمیک. این چیست؟ این چیه؟ قلنفور؟ با خدا من فراموش کردم اینها رو ندیدم من. قلنفور در پیش چشمت است. ای خدا انا ببین جانم عشق تو مرا کور کرده است. کور آخر چیکار کنم نمیک همین گپایت رو نگوی خوب میشد و خیر میلش من به خانه میروم. روی سفید عزیزم. اوه مرا نه خود بیا. تاثیر شربت کراچکه را دیدی چه خیلی زور؟ ما از اینجا به دیگر مرکز دلخوشی می رویم. تو هم این رو گرفته با ما بیو. نه من رو گرفتن خانم سلین لازم نیست. آخه من باید پگاه بروقتر از خواب خیزم. خانم من پلیس هستم. رفتنم در کار نیست. پگاه روزی کاری است. به همتون شبی خوش خانم. در حقیقت از شناسایی با شما بسیار شدم. خانم سلین شما با دل پر رفتن میتوانید. من به اتوبوس میروم. لوینت انتظار شو. من خودم رو به شما خطا شناس کردم. درباره لوین دوستی بچگی هم گفتم. دوست داشتنم رو پنهان کردم. تو این درجه نه؟ خانم سلین وزنی شب چه خیلی دوست داشتن. این مگر خوب با اون دیده باشی؟ خیر من نمیروم. دوستم مرا به خانه‌مون میبرد. خانم سلین در حقیقت مرا دوست میدارید. هر وقتی که میگه که شما را دوست میدارم روی طرف سیخ میگه. برادر یک شپالا خمزه که با فکرم خودی نیستم. خیر نباشد ما میرویم. به شما شبی خوش. به خدا که بسیار خوب میشد. انتظار نشوید. بای بای. مایلش خیر. ای خانم سلین شما چقدر انسان دلصاف بوده ایده. برای من در نزد دوگانه‌تون شرمنده نشم گفته حتی دروغ گفتید. یعنی با شما چقدر سپاسگزاری کنم کم است. احمق من با کی دروغ گفتم؟ من حقیقت رو گفتم. نه من صافدل بودن شما رو میدونستم اما این قدرش زیادتی است. بسیار سپاسگزارم. لوین حقیقت رو میگویم مرا نمیشنوی. خانم سلین من حق شما رو چه خیلی پرداخت میکنم. تشکر زیاد. احمق من در اینجا تو رو دوست میدارم میگم تو باشی چی ها گفته ایستاده. بله محبت به حیوان، محبت به حشرات و نباتات، بعدن ما رو دوست داشتنتون این همه محبت زمینی است. یک دقیقه خانم سلین
من خطا فهمیدم یا که مگر شما ما را دوست داشتنتون رو گفتی؟ بله لوین، من تو رو دوست می‌دارم. حالا هم تو باشی سفسطه میگویی. اما یک چیز رو فهمیدنم در کار است، چون محبت انسانی یا که مگر مانند دیگر نمون محبت‌ها، یعنی محبت‌های بیگانه چه خیلی نبینه. گوش کن، حالا بسیار به‌حضور شدم. اگر این خیلی سخن گفتن رو دوام دهی، من از تو رو دوست داشتنم دست میکشم. یک دقیقه خانم سلن مرا دوست می‌دارد. خانم سلن مرا دوست می‌دارد. خانم سلن پارتوفتا کجا میرم؟ خانم سلن جان، در هیجان من شما رو فراموش کرده پارتوفتا رفتم. در حیات یک خواهش دارم، اجازت بدید که دست شما رو قبیده در این کوچه های شهر مثل کینو فیلم های ایندی یک جا بیداریم. این طرف رویم اون طرف رویم. خانم سلن اگر خدا باشد بیا پس یک جا میدویم. یعنی اگر باز در آغوشم خواب رفتم خواهی با نزدت آمده میتوانم. نه جانم، رحمت. یگان نیت بد نداشتم آخر. شب خوش کالتاکیلاس. شب خوش شاهزاده. چرا خاموش میکنم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا خداوند سخرات و جایش رو جنت بگردان خداوند. اما جای میرفتش معین است لوین. سردارم مرا ببخشید و گپ نزنید. اولو در مزار هستیم. در وقتش باباهمون با ما گفتن که از پس مرده گپ نزنید که این گناه عظیم است، به حد گناه عظیم. انشالله در جنازه کالتاکیلاس هم این خیلی اشتراک میکنیم با تو. سردار امروز روزی تولد زیبا از گپ همین که حالا به تو گپ رو نشان میدیم. با ماشین سوار شو، مشروب میرویم. سردار میرفتیم یک دعا میکردیم، یک تبریک کردم میومدیم، بسیار کار خوب میشد سردارم. خیر نباشد شب میبینی؟ تا بازدید جانم. خودت رو احتیاط کن. تو شب عشقم. چی؟ چی شد؟ نه آخر با این خیلی گپ عادت نکردم. ناگهان چون گفتی البته که حیران شدم. کنی یک بار دیگر بگو، بسیار خوب گفتی. گپ یک بار معنا دارد. تا بازدید. بله عشقم. بای بای. الو خانم بتول، تکلیف اویله دورشوی هم رو فکر کردید؟ در یکون جا نشسته صحبت کنیم، بعد به شما زنگ میزنم. تو چی گفتی؟ با بتول تکلیف اویله دورشوی کردی؟ خب زبان کالتاکیلاسی تو با من ضرر نمیرسوند، فهمیدی؟ دنبالای ساخته؟ من شوخی نمیکنم، نسبت خواهرت جدی هستم. هم دختر چون کالتاکیلاس بودن تو رو فهمد، در نزد شوهرش آرامش مییابد. اگر یک مشت بر روی من رسد با بتول همش رو میگویم. چه شدن؟ چون در دست این خیلی دلیل داری؟ فکر میکنی که با بتول ازدواج کردنت را اجازت میدیم ها؟ با خدا که بس است. با جای به من تشکر بگویی مرا حال هم تهدید میکنی. مرا تهدید کردنی بودی؟ 21 لحظه مرا گوش کن. تا این روز اگر خاموش شده باشم بتول نرنجت گفته نگفتم، چون که در روی زیبای او دیدن یک قطره اشک را طاقت ندارم. یعنی از ترسی تو نیست. اگر دهانت رو بشوی بعد حالت رو میبینی. یا خدای توبه، حالا هم گپ میزنی. خودتون رو احتیاط بید. رحمت کلان نکن. بتول اکا سمی با تو تکلیف اویله دورشوی کرده از درست است؟
سفر تمام شدی تو رو میکشم احمق. بله اکا، در اصل من این رو به شما گفتنی بودم. هر تو چی فکر داری؟ هیچ، یعنی من روزگی شما رو نگرفته البته به او جواب ندادم. چی گفتنی شما برای من بسیار مهم است. بیتول، معلوم که سر تو بسیار آموخته است، اما گوش کن، با آدمی که خوشبخت نمیشه ازدواج کردنت رو نمیخواهم. تمام اکا. من تو رو هرگز رنجاندنی نیستم. اکا جان، آخر در اصل این رو به شما گفتنی بودم. شب یک خوبی عجایب دیدم. چی شد، بخیر است؟ انا به یک چوهی تاریک میافتم. داد و فیغان فریاد میکشم اما هیچ کس آوازم رو نمیشنود، هیچ کس جوابم نمیدهد. بعد شما با روح نورانی و جامعه سفید آمده قرآن خوندید. چوهی که ما قرار داشتیم ناگهان به باغ تبدیل یافت. نشسته صحبت کردیم، مکانی مانند جنت بود. حتی در خواب تو رو آرام نمیگذارم، ها؟ فهمو؟ بله، میدونید در حال دامغا بودن شما رو شنیدم چونان خورسند شدم که روحی پدر و مادرم شاد باشن. بله، همین خیلی از به همینم. اکا، دامغاگی رو ترک نکنید میلش. این از کجا بر اومد به تو؟ چی دانم، با ظهور اویله دار هستید، شاید تکلیف کند که در شرکتی او کار کنید. خیر، دامغاگی رو ترک نکنید میلش. میلش بهتر بعدا میدیم، ترک نمیکنم. تمام. چرا این خیلی راستی دادیم؟ رفته در مغازه شینه؟ میلش، اما من به بیمارخانه روم، یک دو بیمار دارم، آنها رو میبینم و میگویم. میلش، من در مغازه انتظار میشم. تا بازدید. تا بازدید. لابا زهرا جانم، چی خیلی؟ خوبم. حجت رو در خونه فراموش کردم، به گرفتن اونها آمدم، یادت کردم. خوب کردی. من تو رو بسیار یاد کردم. اول من گفتم. کارتکی رست؟ دستانت رو بردار، نجوم. الو، زیا؟ تو رو دوست میدارم زهرا. من هم تو رو دوست میدارم زیا. تلفنت رو پایان کن. زیا، الو. آه خدای من، نباید این خیل شود زیا. آخری راه آمدی کاتاکل است. سودو رو دست کنه که نکنه زن. باورم نمیاد که کارتکلش رو قپیده. بسیار خورسندم لبند. در حیاتم هیچ اینقدر خورسند نشده بودم. سردارم باورم نمیاد که کارتکلش رو دستگیر کردیم. بله. Akavna lakim bıxar, xandaki kapidem, xandaki akavna. Yine soluyor içimde bütün çiçekler, başka bir baharda gülümserler. Yorgun kalbim, yorgun hayallerim direniyorlar bana. Hala yenilmedim. Hep bir ümit yüreğimde, hep aynı cesaret. İçimden bir sesler, sabret, sabret. Onca düşün arasında, yıllar ardından geriye bana kalan yine hüsran. Her daim feryat figan, kalbim zehir olur, başka hayallere kalmaz
figan kalbim zehir olur başka hayallere kalmaz ki mecalim hüsran